4 نفر اگر درست بشن فرزند درست میشه. 1 پدر، 2 مادر، 3 معلم، 4 دوست و رفیق. اگر فرزندان ما 4 نفر خوب داشته باشه محاله که بد بشه. اگر معلم خیرخواه و دلسوز تو مدرسه داشته باشه، کافی نیست پدر و مادرت خوب باشه، میره مدرسه، تو مدرسه منحرف میشه. معلم کمونیسته، معلم لایکه، لادینه، ملحده. خیلی بچه ها تا زمانی که ابتدایی بودن، راهنمایی بودن، تو خانه خوب بودن، وقتی رفتن تو دانشگاه آماده از دین مسخره میکنه، از حجاب مسخره میکنه، از چادر مسخره میکنه، از قرآن مسخره میکنه، از نماز مسخره میکنه، از همه چی مسخره میکنه. پس کافی نیست که پدر و مادر خوب باشه، باید معلمم خوب باشه. این 3 تا اگر خوب شدن باید فرزند خوب بشه. نه، فرزند بیشترین حرفشنوی از همسن و سال خودش داره، از دوستش داره، خودش هم باید بخواد. من و تو نمیتونیم کسی رو خوب بکنیم، محاله. من و تو کسی رو ارشاد میکنیم، راهنمایی میکنیم، هدایت نمیکنیم، عوضش نمیتونیم بکنیم. عوض کردن کار اللهه. اینجاست که علما میگوین که 2 تا کار باید ما انجام بدیم، یکی دعوت و یکی دعا. دعوت یعنی ارشاد مردم کردن، حرف خیر باشون زدن، تشویقشون کردن، راهنماییشون کردن. این تنها برای هدایتشون کافی نیست، دعا هم باید باشه تا اونها رو هدایت بکنه. پس دعوت و ارشاد و راهنمایی وظیفه علما و مرشدین و پدر و مادر و دوست و رفیق و همسایه و هر مسلمانی است. اما هدایتی که دلش بچرخونه دست خداست، اون دیگه با دعا حاصل میشه. دعای بدون دعوت به درد نمیخوره، دعوت بدون دعا هم به درد نمیخوره.